به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. در این قسمت نحوه تغییر رنگ بعضی از عناصر در فیلم رو با هم تمرین می‌کنیم. به عنوان نمونه می‌خوایم رنگ لباس این سوژه رو تغییر بدیم. برای این کار میریم به بخش افکت ها و چنج تو کالر رو جستجو می‌کنیم. حالا این افکت رو روی ویدیوهای خودمون درگ می‌کنیم. بعد میریم به بخش افکت کنترل تا اونجا تغییر رنگ رو روی سوژه خودمون اعمال کنیم. در اینجا دو تا قطره چکان میبینیم. اولی برای انتخاب رنگیه که ما میخوایم تغییرش بدیم. خب در اینجا میخوایم ما رنگ لباس این سوژه رو تغییر بدیم. من قطره چکان رو انتخاب میکنم، میبرم روی لباس این سوژه و روش کلیک میکنم. حالا دو تا راه داریم. یا میتونم باز هم قطره چکان رو انتخاب کنم و یه رنگی رو که همین توی این محیط پریمیر میبینم رو انتخاب کنم، یا اینکه این مستطیل سفید رنگ رو کلیک کنم و اینجا رنگ مورد نظر خودم رو انتخاب کنم. مثلا برای رنگ اول میذارم آبی. انتخاب میکنیم و اوکی رو که بزنیم رنگ لباس همونطور که میبینید آبی شد. اگر بخوایم رنگ دیگه ای رو هم انتخاب کنیم باز هم همین مستطیلی که الان آبی هست رو کلیک میکنیم و مثلا من رنگ زرد رو انتخاب میکنم، باز هم اوکی و رنگ دوباره تغییر کرد. حالا اگر بخوایم رنگ مثل ویدیویی که در اول این آموزش دیدید دائم تغییر کنه، کافیه در قسمتی که نوشته شده تو اولین کی فریم رو بسازید. حالا کمی فیلم رو به جلو میبریم و یک کی فریم دیگه میسازیم. تا اینجا میشه رنگ فعلی لباس. با کلیک های پیمایش یه فریم میریم جلو و حالا این مستطیل رو میزنیم و یک رنگ رو انتخاب میکنیم. از اینجا رنگ جدید اعمال میشه تا جایی که شما باز فیلم رو جلو ببرید و یک کی فریم دیگه براش بسازید که تا اینجا میشه رنگ دوم و حالا باز هم با کلیدهای پیمایش روی کیبورد یک فریم برین جلو و حالا یک کی فریم بسازید. باز هم روی این مستطیل بزنید و رنگ جدید رو انتخاب کنید. با انجام مداوم این کار رنگ لباس سوژه دائم تغییر میکنه. در این ویدیو رنگ لباس این خانوم با محیطی که درش قرار داره کاملا متفاوته، بنابراین تغییری رو که ما در رنگ ایجاد میکنیم در بک‌گراند هیچ اثری رو ازش نمیبینیم. اما گاهی اوقات در یک ویدیو چند سوژه با رنگ مشابه هستند و ما فقط میخوایم یکی از اونها رو تغییر رنگ بدیم و این موضوعیه که توی ویدیوی بعدی ما بهش میپردازیم. بسیار خوب، این هم از آموزش این دفعه. امیدوارم که کانال رو دنبال کنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. ایام بکام و خدا نگهدار.